در حالی که توجه تمام جهان به جنگ ایران و اسرائیل روانه شده است، در نوار غزه رژیم صهیونیستی کشتار عمومی اهالی آسایش‌تر را ادامه می‌دهد. دیروز قوه‌های مسلح اسرائیل باز جنایت‌های نوی صادر کردند که در نتیجه 75 فلسطینی به شهادت رسیدند. 22 نفر از آنها در نقطه‌های تقسیم کمک‌های بشردوستانه کشته شدند، نقطه‌هایی که آنها را دام‌های مرگ می‌نامند. گفته می شود که اشغالگران با استفاده از درون‌ها چند بمب را به سر جوانان پرتافتند که برای گرفتن یاری در نزد مرکز کمک‌های آمریکایی انتظار بودند. با گفته شاهدان، شهید شدگان و مجروحان چندین ساعت روی زمین خوابیده ماندند. زیرا گروه‌های یاری تعجیلی بنابر شدت تیرپرانی و خطرهای زیاد نمی‌توانستند به آنها کمک رسانند. قبلا گزارش شده بود که تنها در 24 ساعتی گذشته 144 نفر در غزه به شهادت رسیدند. کشتن صدها نفر در یک شبانه روز به یک عمل عادی رژیم صهیونیستی تبدیل یافته است. رژیم اشغالگر اسرائیل با بهانه تهدید ایران کوشش دارد توجه رسانه‌ها را از جنایت‌های خود در غزه دور کند و با ضربه زدن به ایران جانبداری و همدردی جامعه جهانی را به خود جلب نماید، حالانکه رژیم ایران هیچگاه خطر جدی برای نظام صهیونیستی ایجاد نکرده است.